آدما دو دستن، یا واقعا ADHD دارن یا فکر میکنن که دارن، که خب یه عده از اینا هم حسابی دارن حالشو میبرن، چون میتونن نصف نیمه گذاشتن کاراشونو بندازن گردن یه اختلال که اسمش هم خیلی با کلاس. ADHD مخفف Attention Deficit Hyperactivity Disorder، یعنی اختلال کم توجهی بیش فعالی. معمولا از بچگی شروع میشه و توی بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. مغز آدم ADHD انگار یه مرورگره با 100 تا تب باز که نمیدونه کدومش داره آهنگ پخش میکنه. اونایی که ADHD دارن معمولا دو دسته از این علائمو نشون میدن. اول اینکه بی‌توجهن، زیاد سوتی میدن، تمرکزشون لنگ میزنه. مثلا وسط درس خوندن یهو یادش میفته که باید اتاقم تمیز کنه. بعد حین تمیز کردن یادش میفته که باید یه آهنگ جدید گوش بده. بعد وسط آهنگ به خودش میاد که من اصلا داشتم چیکار میکردم. دوم اینکه بیش فعالن و آروم نمیگیرن، نمیتونن طولانی مدت بشینن، میپرن وسط حرف بقیه و معمولا بدون فکر جواب میدن. حالا تو واقعا ADHD داری؟ قبل از اینکه بگی اوه گاد قطعا منم دارم، بدون که تو دنیای امروز و سبک زندگی جدید و این همه شبکه اجتماعی، انواع نوتیفیکیشن ها، استرس و هزار تا چیز دیگه، هممون تا حدی این علائمو داریم، هممون تا حدی نمیتونیم رو خیلی از چیزا تمرکز کنیم. اما این به معنی ADHD داشتن نیست. برای تشخیص واقعی باید علائمی که گفتمو شدید داشته باشی، زندگی شخصی و کاریت واقعا مختل شده باشه، علائم حداقل 6 ماه مداوم وجود داشته باشن، قبل از 12 سالگی شروع شده باشن و با هیچ اختلال دیگه‌ای بهتر توضیح داده نشن. و مهمتر از همه باید یه متخصص تشخیص بده، نه یه تست آنلاین 3 سوالی. حالا از کجا میاد این اختلال؟ ممکن عوامل محیطی مثل استرس یا تربیت تاثیر بذارن، ولی اصل ماجرا ژنتیکه. یعنی اگه ADHD داری باید بری یقه اجدادتو بگیری. تحقیقات نشون داده که مغز افراد ADHD دوپامین کمتری جذب میکنه. دوپامین همون هورمونیه که وقتی یه چیزی بهت حال میده مغز ترشح میکنه، مثل الان که داری ویدیوی زارتونی رو میبینی. اما مغز ADHD ها واکنش کمتری نسبت به این چیزای خوشحال کننده نشون میده که باعث میشه خیلی سریع احساس کسالت و بی‌حوصلگی کنن. مثلا فرض کن 2 نفر دارن یک کتاب داستان میخونن، اون آدم معمولیه غرق داستان میشه و ازش لذت میبره چون مغزش دوپامین ترشح میکنه. اما فرد مبتلا به ADHD بعد از یک صفحه یادش میاد بره بچا آب بیاره، تو را یهو چشمش به تاب تو حیاط میفته و میره سراغش. حین تاب خوردن هم دونه پرنده رو شیروانی نظرشو جلب میکنه و در نهایت کتاب همونجا باز میمونه چون پاداش دوپامینی که از کتاب گرفته خیلی کمه و ذهنش دنبال یه چیز هیجان انگیزتره. حالا بیاید یه چیز خفن و پشیزون علمی هم بهتون بگم که همچین بار علمی پیدا کنید. اما قبلش اون دکمه سابسکرایب و لایک کانالم بزن دیگه، قربون دست. مطالعات تصویربرداری fMRI نشون میدن که یه آدم معمولی وقتی استراحت میکنه یا لش کرده و ذهنش برای خودش سرگردونه، یه بخشی خاصی از مغزش فعاله، بهش میگن شبکه پیشفرض یا دیفالت مود نتورک. اما وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده و روش تمرکز کنه، شبکه پیشفرض خاموش میشه، شبکه وظیفه‌ای فعال میشه. ولی تو مغز افراد مبتلا به ADHD اون بخش استراحتی درست خاموش نمیشه و هر دو شبکه با هم فعال میمونن، انگار مغز 2 تا کانال تلویزیونی رو همزمان داره پخش میکنه. نتیجه تمرکز خیلی سخت میشه و نمیشه حواسو جمع کرد. حالا ADHD واقعا یه مشکل جدیه یا یه نقطه قوت هم هست؟ ADHD میتونه یه چالش باشه، اما اگه درست مدیریت بشه میتونه یه نعمت هم باشه. افرادی که ADHD دارن معمولا خلاق، کنجکاو و ریسک پذیرن و به خاطر همین ویژگیاست که خیلی از کارآفرینا، هنرمندا و مخترعا نشانه‌هایی از این ADHD رو دارن. درمانش چیه؟ کلا که ببین دکمه نداره که بشه خاموشش کرد، ولی میشه کنترلش کرد که اینجا چند تا روش رو بهت میگم. اولیش داروه. یه سری دارو وجود داره که مغز رو یکم تنظیم میکنن. البته این داروها معجزه نمیکنن، ولی حداقل میتونن کمک کنن یه کار رو از اول تا آخر انجام بدی بدون اینکه وسطش بخوای بری سراغ 7 کار دیگه. دومین روش که خیلی موثره رفتار درمانیه. اینکه بیا یه سری تکنیکای مدیریت زمان رو یاد بگیری، از چک لیست‌ها استفاده کنی، محیط کارتو، محیط زندگیتو تنظیم کنی و آخرش که خیلی مهمه تغییر سبک زندگیه. ورزش، خواب کافی، رژیم غذایی متعادل، اینا همشون میتونن تاثیر خیلی زیادی رو کاهش علائم ADHD داشته باشن. اگه واقعا فکر میکنی با ADHD درگیری، بدون که میتونی مدیریتش کنی. پس اگه ذهنت مثل یه اتاق به هم ریخته است، شاید وقتشه که یه سیستم خوب برای مدیریتش پیدا کنی، چون توی این مغز کلی استعداد و خلاقیت هم مخفی شده. حالا پاشو برو سراغ کارات و یادت نره این ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنی. دمت گرم.